من اینا رو فهمیدم از زندگی که با سرنوشت میشه جنگید و برد، که جنگیدن و باختن بهتره از این که نشست و فقط قصه خورد. جهان مثل آینه است که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه. تن و روح هر آدمی رو زمین یه تیکه از این تار و پود منه. ما از نور و بارون و آینه ایم، نباید به تاریکی عادت کنیم، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنیم.